الرحیم. خب امروز داستانی دیگر و شکوهی دیگر و صفحه‌ای دیگه از صفحات تاریخ اسلام یا صدر اسلام رو با هم می‌خوایم بخونیم. داستانی دیگر از یکی از صحابیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم، شخصیتی که باید همه ما بشناسیم. متاسفانه به خاطر عدم مطالعه، عدم تبلیغ مناسب در مساجد، حتی مدارس دینی، در مکانهای وعظ و دعوت، در رسانه‌ها، ما آگاهی مناسب رو نسبت به اسلام، قرآن، حدیث پیامبر، صحابه پیامبر، بزرگواران، تابعین، تبع تابعین، دعوتگران، عالمان نداریم. خیلی این یکی از مشکلات بزرگی هست که وجود داره، حتی برای خود ما. من وقتی خودم به این داستانهای اصحاب پیامبر نگاه میکنم، به سیمای اینها، به سیرت اینها، به اون رفتار اینها، گفتار و صداقت اینها، به اون ایمان اینها تعجب میکنم، شگفت زده میشم. میگم خدای ما رو مورد بخشش و رحمت خودت قرار بده، ما رو از غفلت هامون که بهش مرتکب شدیم ما رو ببخش، چرا که ما فرصت ها رو از دست دادیم. امروز هنرمندان ما، کارگردانان سینما، تهیه کنندگان، هنرپیشگان، داستان نویسان از چنین وقایع حقیقی، از نسل‌هایی که نسل‌های هدایت برای بشریت بودن غافل شدن. ما امروز داستان تاریخ شرق و غرب رو میدونیم، شمال و جنوب رو میدونیم. هزاران سال قبل داستان‌ها اساطیر یونان رو گرفته و اساطیر چین رو میدونیم، کره شمالی و کره جنوبی رو میدونیم. از روسیه گرفته تا آفریقای جنوبی میدونیم خواطر اونها رو، از آمریکای لاتین گرفته تا دولت بیزانس و روم و همه رو میدونیم. اما از تاریخ خودمون هیچی نمیدونیم، از بزرگواران خودمون، از ستارگان آسمان دعوت چیزی نمیدونیم. اگر هم بدونیم خیلی سطحی و محدوده. گفتم این اشکال میتونه به خیلی ها برگرده، اشکال میتونه به امثال من و امثال من برگرده، به علما، دعوتگران، امام جمعه ها، بالاخره واعظان برگرده، به نویسندگان برگرده، به هنرمندان و کارگردانان و تهیه کنندگان برگرده، به جامعه فرهیختگان برگرده. همه اینها دست به دستم کوتاهی کردن. خود مردم برگرده. وقتی که ما نخواهیم به دنبال آشنایی با چهره‌های روشن در تاریخ اسلام باشیم، خب این اتفاق برامون میفته. خب فرصت رو از دست ندیم. داستان امروز ما داستان ام ایمن هست، به عبارتی برکه بنت ثعلبه رضی الله عنها، کسی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون میگه که هر کی که میخواد با زنی از اهل بهشت ازدواج بکنه و طالب اینه که با زنی از زنان بهشتی ازدواج بکنه، باید با ام ایمن ازدواج بکنه. ایشون در مورد ام ایمن میگه ام ایمن مادر من بود بعد از مادر من. خب ایشون کی هست که من و شما امروز ممکنه ایشون رو نشناسیم؟ ام ایمن به عبارتی برکه، کسی که دارای یمن و برکت هست و همه اینها در شخصیت بزرگوار ایشون جمع شده. شخصیتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینگونه ایشون رو اکرام میکنه، تکریم میکنه. یک صحابی بزرگواریه، یکی از زنان صحابی هست، یکی از شخصیت ها و شاگردان اولیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. تا جایی گفتیم رسول خدا گفت مادر من بعد از مادر من هست. ایشون تمام مراحل نبوت رو کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود و در تمام حوادث تاریخ اسلام از الف تا یاش با رسول خدا و با یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. ایشون به عنوان یک کنیز زندگی کرد، بعد به عنوان یک زن آزاده زندگی کرد و بعد شد به عنوان یک همسر و یک مادر. بله، ام ایمن میدونید کسی بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو حضانت کرد، پرورشش رو به عهده گرفت، به عبارتی در آغوش خودش گرفت. خوب دقت بکنید، ایشون تمام محبت خودش رو قرار داد برای حفاظت و پرورش پیامبر و بعد از اون همسری شد برای زید بن حارثه، پسرخونده پیامبر در عصر جاهلیت، و تمام محبت خودش رو برای اون قرار داد. این شخصیت دومیه، یعنی ایشون میشه گفت به نوعی مادر رسول خدا صلی الله علیه و سلم حساب میشه، چون پیامبر رو حضانت کرد و از طرفی همسری است برای زید بن حارثه، مادری هست برای یک شهید ایمن ابن عبید خزرجی. ام ایمن به خاطر همین گفتن مادر ایمن. ایمن هم جز شهدای صدر اسلام هست. مادر یک امیر هست، یک سردار بزرگ هست، یک قهرمان و یک مجاهد و یک مبارز هست که اون معروف
به حب رسول خدا یا حب رسول خدا اسامه ابن زید هست. ببینید نیا کنید همه این فضایل رو که اصلا همه رو بذارید کنار، همین که ایشون اسلام رو پذیرفت، جزو نسل اولیه‌ای که شاگرد رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، همین کافیه. بله ایشون برکه یا برکه بنت ثعلبه بن عمرو بن حصن هست. اصالتا ایشون حبشیه و کنیه ایشون ام ایمن هست و این کنیه ایشون بر این اسمش که برکه هست غلبه داره در تاریخ، در سیرت، در همه جا، چرا که به نام فرزندش پسرش ایمن این کنیه داده شده و غالبا در عرب این گونه هست که کنیه افراد غلبه میکنه بر اسم اونها و این عمومی بود، مخصوصا خب در اون عصر قبل از اسلام و بعد از اسلام این گونه بود. نگاه کنید ایمن فرزندی ایشون هست از شوهرش عبید ابن زید حبشی. عبید ابن زید حبشی اولین شوهر ایشون هست و گفته میشه که ام ایمن کنیز رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود و خدمتکار رسول خدا صلی الله علیه و سلم. خوب دقت بکنید، این خانوم فاضله، این بانوی بزرگوار، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو از همون کودکی شناخته. از در کودکی پیامبر با پیامبر بوده، نسبت به ایشون شناخت داشته، در جوانی پیامبر، در میانسالی پیامبر، در نبوت و بعثت پیامبر، همه اینها بوده و نقش‌های متعدد رو ایشون در زندگی خودش داشته. همونجوری گفتم نقش مادری داشت، نقش پدری داشت، نقش همسری داشته و نقش‌های گوناگون رو تونسته انجام بده. ایشون تونسته کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایشون رو صدا میزد یا امه، ای مادر، یا ای مادر جان، ما بخوایم تو فارسی اینو ترجمه کنیم. ایشون بعد از وفات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مدت اندکی زنده بود و در واقع یکی از مراجع سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که در کتب سیرت نقل شده، سخنان یک از ام ایمن نقل شده و مطرح میشه. و بیاییم واقعا ببینیم زندگی و سیرت ام ایمن به عنوان یک صحابیه بزرگوار که یکی از زنان مسلمان صدر اسلام است که تاریخ اسلام از اون نمیتونه بی‌نیاز باشه، چی بوده، ایشون دارای چه زندگی و چه شخصیتی هستن. اولین مطلبی که میخوام در داستان ایشون بگیم این آغوش گرم و سراسر ایمانی ایشون برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. محمد ابن اسحاق که به عبارتی میگن شیخ کتب سیره در نقل کرده که عبدالله ابن عبدالمطلب، نگاه کنید پدر پیامبر باشه، میگه که ایشون فوت کرد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زمانی که عبدالله ابن عبدالمطلب که پدر پیامبر باشه فوت کرد، پیامبر در شکم مادرش به صورت یک جنینی بود، هنوز متولد نشده بود. مادرش آمنه بنت وهب یا وهب بعضی هم گفتن. عبدالله دست هر صورت از دنیا رفت در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در شکم مادر بود. و خب برای پیامبر هم یک مقداری ارث گذاشته بود، 5 تا شتر گذاشت، باقی اون بود به عنوان ارثش، یک تعدادی گوسفند بود و یک شمشیر خاصی بود و مقداری هم خوب نقره و یک کنیز. این کنیزی که به ارث موند برای پیامبری که در شکم مادر بود به صورت جنین، اسمش بود ام ایمن. ام ایمن یا برکه الحبشیه که این در واقع قهرمان داستان امروز ما هست که ما میخوایم در مورد ایشون صحبت بکنیم. کسیه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو در حضانتش رو به عهده گرفت، سرپرستیش رو به عهده گرفت، در آغوش خودش پیامبر رو بزرگ کرد و که پیامبر ایشون رو به عنوان مادر خودش مینامید. خب میدونید که پیامبر بزرگوار ما در قبیله بنی سعد برای شیر دادن یا شیر، موقع میگفتن دوران شیرخوارگی، فرستادش میشد طبق آداب رسمی که در عرب قریش اون زمان بود که پیش خود زنانی میفرستادن که در بادیه در بین مثلا فضای طبیعی بچه‌ها بزرگ بشن و آداب قوانین اجتماعی رو یاد بگیرن و بالاخره زنان شیردهی بودن که توان شیردهی داشتن و امکاناتی که داشتن که میتونستن بچه‌ها رو پرورش بدن. پیامبر خب طبیعتاً این گونه بود و زمانی که حلیمه سعدیه در 5 سالگی پیامبر رو برگردون به خانوادهش و به مادر خودش آمنه داد که مادر پیامبر باشه، خب تا اینجا که خب داستان رو داشته باشید مسئله نیست. اما زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به 6 سالگی رسید، مادر ایشون آمنه تصمیم گرفت که مدینه بره و از قبیله بنی نجار که از دایای پدر بزرگ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عبدالمطلب بود سری بزنن. در این مسیر که میرفتن بالاخره ام ایمن هم همراه اینها
بود که گفتیم به عنوان کنیزی بود برای اینها در اون زمان. در مسیری که برمیگشتن به مکه، آمنه مادر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیمار شد و در منطقه ابوا که یک روستای بین مکه و مدینه از دنیا رفت و میگن رسول خدا صلی الله علیه و سلم یادآوری میکرد وقتی میومد در مسیر هجرت، اینجا جایی بود که مادر من از دنیا رفت و این فوت مادر اثر عمیقی بر روحیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایجاد کرد و همیشه پیامبر از این مورد گاه یادآوری میکرد، به ویژه بعد از هجرت و وقتی به خانم اون قبیله بنی نجار نگاه میکرد و اون زمانی که هجرت کرده بود میگه هنا نزلت بی امی، اینجا مادر من اومد و بالاخره از دنیا رفت، فی هذا الدار قبر ابی، در اینجا مثلا پدرم دفن شده و اشاره میکنه که بعد پیامبر هم خوب نیکی میکرد به این قبیله به خاطر همون مباحث بالاخره فامیلی، موارد دیگری که بود. اما از این لحظه به بعد ایمن دیگه ما صحنه واقعی تصاویر زندگی اون رو داریم. در این لحظه ای که پیامبر، لحظه دردناکی که مادر خودش رو از دست داده، پیامبری که پدر خودش رو ندیده قبل از ولادت دنیا رفته، میبینیم ایمن میاد جایگاه مادر پیامبر رو به عهده میگیره و اراده الله رب العالمین این گونه میشه که ایشون آغوش خودش رو باز میکنه برای حفاظت و حمایت از پیامبر خدا و تمام وجود خودش رو، تمام هستی خودش رو میذاره برای اینکه بتونه محبت‌های خودش رو، بالاخره علایق خودش رو، عواطف خودش رو نسبت به پیامبر نشون بده، همان گونه که پدر بزرگ پیامبر عبدالمطلب اینجوری بود. چرا که اینجا دیگه ایشون سعی میکرد این پدر بزرگ و این ایمن اون فراغ پدر و مادر رو برای پیامبر جبران کنن، اون جایگاه خالی که براشون وجود داشت. در هر صورت این گونه شد که عبدالمطلب هم از دنیا رفت و پیامبر دیگه مون تک و تنها و در واقع با یک غم و اندوه بیشتری و اینجا بود که باز ایمن توجهی بیشتری به رسول خدا کرد و عبدالمطلب میگفت همیشه به ایمن که از این فرزند من غافل نشو، این رو حواسش بهش باشه، چرا که من احساس میکنم دارای یک شأن و منزلتی هست، این دارای یک نور و یک حالت خاصی، حواست به این بچه باشه که منظور محمد صلی الله علیه و سلم باشه. و همینجوری به عموهای پیامبر این سفارش رو میکرد که مواظب این باشید که این بالاخره این فرزند من رو حفاظت کنید و حمایت بکنید. عبدالمطلب از دنیا رفت و ابوطالب و همسر ایشون فاطمه بنت اسد سرپرست محمد صلی الله علیه و سلم شدن در کنار ایمن کنیز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. از پیامبر خدا سوال شد که آیا تو فوت عبدالمطلب رو یادت میاد؟ گفت بله من یادم میاد، در اون روز من 8 سالم بود. و ایمن نقل میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به خاطر فوت پدر بزرگش خیلی غمگین شد و میگه من رسول خدا رو دیدم در اون روز که در پشت تخت، یعنی کنار تخت عبدالمطلب بود و داشت گریه میکرد و این یه امر خیلی طبیعی است. داستان همینجا داشته باشید، انشاءالله ادامه داستان، قسمت دوم داستان رو در جلسه بعد خدمت شما ارائه خواهم داد. خدا یار و نگهدارتون.